آقا به خاطر اینکه بتونم این کلیپ رو تو فصلش به دستتون برسونم، تو فصل شراب، با بدبختی همین چند تا دونه انگور رو پیدا کردم. اصلا نیست تو این شهر، تو این کشور نیست، واقعا نیست، چون اصلا فصلش نیست، ربطی هم نداره، خیلی مونده تا فصلش. زردش هست ولی این سیاه ها اصلا نیست. فکر میکنم تو کل کشور همین چند تا بسته باشه. خیلی هم لوکس نیست ولی به هر حال کارمون رو راه میندازه. آقا امسال تصمیم گرفتم واسه خودم شراب درست کنم و 2 مدل شراب درست کنم. یه شراب ارگانیک درست کنم، یه شرابم انگورشو بشورم با مخمر نون درست کنم. چون واسه خودم همیشه جای سوال بود که حالا شراب درست بکنم وقتی مخمر مخصوص شراب ندارم، با همین مخمرهای نونی که تو بازار هست، تو دسترس هممون هست، اگر با اینا درست کنم چه تفاوتی با این مخمر حالا ارگانیکی که روی خود انگور هست داره. اینا رو همیشه دوست داشتم یه خودم به این نتیجه برسم، مقایسهشون بکنم و حالا هم که این اتفاق افتاد اینو با شما به اشتراک میذارم. البته کلیپ ساخت شراب هست تو این کانال، 1 2 تا 3 تاشو فکر میکنم باشه. اونا رو اگر دوست داشتید ببینید، این دیگه جدیدترینشونه دیگه. آقا من کلا 8 کیلو انگور تهیه کردم. این 8 کیلو رو میخوام 1 کیلو و نیمش رو با مخمر نون درست کنم. اون 7 کیلو و نیم، نه اینجوری میشه نیم کیلو، اون 6 کیلو و نیمشو کلا ارگانیک و بدون مخمر و بدون هیچی درست کنم. این دقیقاً 1 کیلو و نیمه که میخوام با مخمر نون درستش کنم. پس باید بشوریمش. اول باید آب کشی کنیم، کاملا تمیزش بکنیم، بعد حالا مخمر و کار دیگه‌ش انجام بدیم. یه توضیح راجع به شستن این انگورا بدم. معمولا کارخونه‌های شرابسازی انگورها رو نمیشورن، یعنی شاید به جرئت بگم 97% نمیشورن. تنها 3% انگورا رو میشورن که خیلی نادره این اتفاق. یعنی به طور کلی اینطور بگم که برندهای 1 دنیا، درجه 1 دنیا، غول دنیا تو صنعت شرابسازی انگوراشون رو نمیشورن. اینایی که میبینید انگوراشون رو میشورن معمولا خیلی بزرگ و خیلی اینجوری جهانی نیستن. من تو همین کانالم یه مستند از شرابسازی تو کارخونه شرابسازی یه برند مشهور دنیا دارم که اونام نمیشورن. اگر دوست داشتید میذارم این زیر، برید خودتون بعدا نگاه کنید. به هر حال ما انگورامون رو شستیم، گذاشتیم یه مقدار خشک شد و حالا وقتشه که چنگ بزنیم این انگورا رو. همونطور که دیدید انگورا رو با خوشه انداخته بودیم و بعد از اینکه چنگ زدیم، حالا مشت زدیم، هر کاری کردیم، این چوبا رو خیلی راحت در میاریم. جور دیگه حبه حبه جدا نکنید، خیلی سخت میشه. اینطور کاملا راحت کارتون هم راه میافته. اینم بگم که تو کارخونه‌های شرابسازی هم این خوشه ها رو جدا میکنن. انگور رو با خوشه توی دبه تخمیر نمیندازن. خلاصه بعد از اینکه انگورا رو له کردیم، اونا رو باید بریزیم توی بطری که آمادهش کنیم برای تخمیر. خب این انگورای له شدمون تا این مرحله بمونه. قراره اینا رو با مخمر نون درست کنیم دیگه. اینا فعلا اینجا باشه. ما این انگورا رو بگیریم که میخوایم به صورت ارگانیک با شراب درست کنیم. این یکی سیستم جوری که بهش ارگانیک گفته میشه. در واقع هیچ چیزی به این انگورها اضافه نمیشه، حتی مخمر همونی که قند انگورا رو میگیره، تبدیل به الکل میکنه. اون مخمر به صورت طبیعی روی سطح این انگورا وجود داره. اون گرد سفیدی که هست روی این انگور روش دست میزنیم از بین میره، اونا مخمر شراب هستن که به صورت طبیعی روی این میوه وجود داره. از اونجایی که توی ایران یه خورده کمیاب سخت گیر میاد، حالا یا گرونه هرچی، ما از همین مخمر طبیعی یا مخمر وحشی یا مخمر خدادادی الهی استفاده میکنیم. بنابراین انگورها رو بدون اینکه بشوریم میریزیم توی لگن. این لگن معروف منه که هر سال با من همراهه و الانم باید با پا لقدش بزنیم. امسال دیگه پاپوش پوشیدم، پارسال شما آبروی منو بردید. امسال دیگه تمیز و استریلیزه.
آقا کلا 10 دقیقه هم طول نکشید اینو لگد زدم، خیلی راحته، شما هم حتما این کارو بکنید. و این هسته ها هم حواستون باشه نشکنه. همه انگورا که هسته دارن، اولینو بگم. بعدش این که این هسته ها نشکنن، اگر بشکنن شرابتون یکم به تلخی میزنه، خوشتون نمیاد احتمالا. الانم بعد از این که لهشون کردید، خوشه های باقی مونده مثل شکلات میاد تو دستتون، اصلا هیچ سختی هم دیگه نداره، راحت ترین راه همینه. حالا یه عده احتمالاً بپرسن که اصلا چرا باید این چوب و خوشه ها رو جدا بکنیم. ببینید تو کارخونه ها این خوشه ها جدا میشه، اینا به هیچ عنوان به خاطر اینکه تولید الکل سمی میکنه و این داستانا نیست، اینا اصلا الکل سمی تولید نمیکنه. علتش اینه که وجود اینا باعث میشه که شراب تلخ بشه، یه بوی چمنطوری، بوی علف خشک، بوی ساقه سبزی، همچین بوهای ممکنه بگیره. از طرفی هم رنگش هم ممکنه به اون تثبیت نهایی نرسه، خیلی خوش رنگ نشه. اینا ایراداتیه که با وجود ساقه ممکنه پیدا بشه. به الان باید انگورایی که له کردیم و وارد دبه بکنیم تا دیگه کم کم مرحله تخمیر رو شروع کنیم. جنس دبه‌تون هر چی باشه، پلاستیک دیگه سیاه بازیافتی نباشه خواهشاً. مثل همین پلاستیک شفافا خیلی عالیان. فلزی هم اگر میخواد باشه دیگه آلومینیوم و چه میدونم مس و اینجور چیزا نباشه، حتی الامکان استیل باشه. حجمش هم جوری باشه که بر منو ببینید 1/3 حداقل خالیه دیگه، بالاش مقدار فضای خالی است. برای شما هم باید اینطور باشه. خب همونطور که گفتم میخوام به این کوچیک مخمر نون بزنم. انگورش شستیم، بعدن لهش کردیم و الان میخوایم مخمر بزنیم. اون یکی هم که همونطور که دیدید نشستیم، همینجوری لهش کردیم و وارد دبه کردیم. چقدر مخمر میزنم؟ 1.5 کیلو اونجا انگور دارم، یه قاشق مربا خور مخمر نون میزنم. میپرسید که مخمر رو از کجا بگیریم؟ مخمر رو میتونید از عطاریا، فروشگاه لوازم قنادی، حتی سوپرمارکت ها بگید مخمر میخوام، خودشون میدونن چیه، بهتون میگن. یه نکته‌ای که خیلی مهمه اینه که نور نباید به این ملات بخوره. چرا؟ چون اگر نور بخوره فعالیت این مخمرها خیلی آرومتر یا حتی قطع میشه. بنابراین باید کار بکنید که نور بهشون نخوره. اگر میتونید مثل من از کاغذ آلومینیومی استفاده کنید، ورق آلومینیومی استفاده کنید. اگر هم ندارید دم دست میتونید یه پتویی، یه پارچه ملحفه چیزی کلا روی این دبه بندازید. آقا مهمترین قضیه رو داشت یادم میرفت، اصلا این شراب ما در آینده چند درصد الکل میشه. با این وسیله‌ای که اسمش هیدرومتره نگاه میکنیم، میبینیم عدد 1080 رو نشون میده به ما، که یعنی حدود 11% تقریبا به ما الکل میده در نهایت. مقدار این الکل هم به این بستگی داره که انگور ما چقدر شیرینه. ممکنه انگورتون شیرین‌تر باشه، الکلش حدود 14% یا 13% باشه. خب وقتی همه این کارا رو کردید، حالا وقت اینه که در دبه رو ببندید. اینجوری با در دبه‌تون رو ببندید. در و قفل هوا و هیچ چی نمیخواد. یه دستمال، اصلا همین دستمالم نذاشتیدم بازم ایرادی نداره، تو خونه است دیگه شن و ماسه که توش نمیره. همین عالیه. بذاریم تا فردا ببینیم چی میشه. آقا اینو که مخمر نون زده بودیم، مخمر نون وقتی استفاده میکنید تقریبا 2 ساعت یا 3 ساعت بعد از اینکه مخمر رو بزنید شروع میکنه به الکل سازی و تخمیر. اما این یکی دبه که هیچی بهش نزدیم و منتظریم که مخمرای خدادادی و مخمرای الهیمون شروع به تخمیر بکنن، هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده. معمولا مخمر وحشی 48 ساعت طول میکشه تا کارش شروع بشه. اما این مخمر نون ببینید بلافاصله شروع کرده به تخمیر. علامتش هم اینه که تمام ملاطا اومدن روی سطح کار. پس بریم یه روز دیگه صبر بکنیم، فردا بیایم ببینیم این مخمرای وحشی ما شروع به تخمیر میکنن یا نه. آقا همونطور که دیدیم این که همچنان تخمیرش ادامه داره، تخمیرش خورده یواشتر شده. و بله این انگور وحشی ما هم تخمیرش شروع شده. ببینید اون کف آبا هستن، یه خورده این تفالا اومدن بالاتر. این نشونه اینه که تخمیر کاملا دیگه یه جورایی میشه گفت شروع شده. پس اینجا فهمیدیم که هر وقت تخمیر شروع بشه تفاله‌های انگور میاد رو سطح کار، آب انگور میره پایین. مثل همین روشو ببینید چه جوری تفاله اومده بالا، روش تقریبا خشک میشه. حالا نکته مهم اینه که هر وقت این تفاله اومدن روی سطح، شما باید این تفاله ها رو مدام هم بزنید که مرطوب بشن، نذارید این تفاله همش بالا بمونه. خب توی کارخونه هم این کارو میکنن، تفاله میاد بالا،
دبه هم که در نداره، تفاله میاد بالا، از زیر پمپ میکنن روش شراب میریزن، این همچنان همش در گردشه. ولی ما چون این سیستمو نداریم، هر 2 یا 3 ساعت اینو هم بزنید که تفاله ها مدام مرطوب بشن. آقا رسیدیم به روز سوم، اینا رو باز کنیم ببینیم که وضعیت به چه صورته. من هر 3 ساعت تقریبا اینا رو هم میزدم. ببینید این مخمر نونه که همچنان تخمیرش داره انجام میشه. این مخمر طبیعی هم تخمیرش تازه البته شروع شده دیگه، چون 2 روز عقب‌تر از اون یکیه و اینو مدام داریم هم میزنیم. یکی گفتم که حتما باید هم بزنیم که این ملات روی سطح کار نمونه، خشک نشه. 2 اینکه این اختلاف دما تنظیم بشه، چون کفش معمولا خنک‌تر میشه، این روی سطح که تفالات جمع میشن خیلی داغ میشه. به خاطر همین شما مدام باید اینو هم بزنید که دما تو همه جای این شراب یک دست باشه. شراب که نه، حالا میشه گفت ملات فعلا. و این نکته هم بگم که همین که هم بزنید کافیه، نیاز نیست با دست چنگ بزنید. ما چنگا رو زدیم دیگه، همون ابتدا گرفتیم اینا رو له کردیم، الان فقط هم میزنیم که در گردش باشه این ملات. آقا امروز روز دوم اینه، روز 4م اون یکی مخمر نون. 2 روز از تخمیر بزرگه گذشته، 4 روز از تخمیر اون کوچیکه. این دیگه تخمیرش خیلی ضعیف شده، 4 روز گذشته. ولی این یکی ببینید تخمیرش انگار تازه داره شروع میشه. تفالا خیلی بیشتر اومدن بالا، آب خیلی بیشتر پایین جمع شده و سطح اینم ببینید خیلی خوش نیست، ولی سطح این کاملا یه جوره میشه گفت خشک و سفته. حتی صدای خروج گاز هم از لای این تفالای کشمش شنیده میشه. آقا روز 6 هم ببینید، این دیگه کارش جورایی میشه گفت تمومه. تقریبا 6 روز گذشته، ولی این یکی چون 4 روزه در حال تخمیره، یه مقدار فکر میکنم یه 2 روز این بزرگی کار داشته باشه. آره دیگه تقریبا دقیقاً شده مثل روز 4م قبلی. حالا روی سطحش هم ببینید یه مقدار همچین شل و ولطوریه. ولی حالا یه چیزی بگم، الان که روی سطح اینا رو من بو میکنم، اینی که مخمر نون ریختیم خیلی بوی خوشی نداره، ولی واقعا این انگوره قشنگ حسابی میشه که بوی خوش انگور داره. این تا اینجای کار فرقشون اینه. و از اونجایی که این کوچولوی مخمر نون زدیم کارش دیگه تمومه، باید کارش یه جورایی الان انجام بدیم و اونم اینه که تفاله ها رو باید از مایع جدا بکنیم. راهش هم اینه که از صافی رد کنیم دیگه، کار دیگه ای نمیشه. همونطور که دیدید از یه صافی ساده استفاده کردم. تفاله ها رو هم میبینید با دست تهش اینجوری حسابی فشار بدید، تمام اون آب انگور داخلشو بگیرید دیگه. چون یه خورده کثیف کاری بود و تایم ویدیو هم الکی زیاد میشد، اونا رو نذاشتم. همین تفاله ها رو جدا کردیم و الان میخوام با همون هیدرومتری بود که نگاه کردیم دیدیم 11% الکل میداد چون توش قند خوبی بود. الان دوباره نگاه میکنیم ببینیم حالا که تخمیر انجام شده همه اون قندا به الکل تبدیل شده یا نه. یعنی ما در واقع الان همه قندا رو باید داده باشیم، 11% الکل گرفته باشیم. خب ببینید این هیدرومتر تا این محدوده قرمز، یعنی روی عدد 1000 تا اونجا وقتی رفته باشه، یعنی هیچ قندی دیگه توی این آب انگور ما وجود نداره و این الان تقریبا یه جورایی میشه گفت شده شراب. حالا این شراب به اصطلاح خام رو باید بریزیم توی بطری یا دبه هر چی که دارید، روش قفل هوا نصب بکنیم. اگر قفل هوا ندارید، این دبه بزرگه که آماده شد، اونجا از یه روش دیگه استفاده میکنم که اونجا به کارتون میاد. آقا این دبه بزرگه 6 روز، اون کوچیک 8 روز، چون 2 روز بلا تکلیفون تا مخمرش فعال بشه دیگه. 6مین روز از تخمیر برای این دبه بزرگه. تخمیرش یه جورایی میشه گفت تموم شده. نشونش هم اینه که اون تفاله‌ها که رو سطح بودن رفتن پایین، آب انگور زلال اومده بالا. این یعنی که تخمیر یه جورایی تموم شده. حالا تنها کاری که باید بکنیم اینه که اینجا باید تفاله‌ها رو از صافی رد بکنیم. این روشایی که ما داریم انجام میدیم تو کارخونه‌هاش هم همینا، هیچ فرقی نمیکنه. حالا ما تو مقیاس کوچیک‌تر انجام میدیم. تفاله‌ها رو بریزید توی صافی کوچیک، الک بنایی، هر چی که دارید با هر وسیله‌ای که هست، این تفاله‌ها رو جدا کنید. این تفاله‌ها قانونا باید بره توی وسیله پرسی که پرس میشه، حسابی فشرده میشه، آب انگور از لاش میزنه بیرون.
اگر دارید که از اون استفاده کنید، اگر مثل من ندارید با دست یه جورایی فشرده کار انجام بدید که اون شراب میان بافتی از لای میوه بزنه بیرون. آقا شرابمون از صافی رد کردیم و اگر تا اینجا کارو پیش بردید بهتون تبریک میگم. تقریبا 70-75% راه رفتید با موفقیت. منم کل این تفاله ها رو گرفتم، با هر روشی که بود پرسش کردم. این 3 تا قالب برای من از 6.5 کیلو تفاله، 6.5 کیلو انگور ببخشید، از 6.5 کیلو انگور 3 تا قالب 280-90 گرمی از تفاله موند برام که یه مقدارم هنوز مرطوبن، یعنی اگر دستگاه خوبی بود کامل میتونست 200 گرمش کنه حتی. در واقع از 6 کیلو و نیم انگور که تو این دبه بزرگ استفاده کردیم دقیقاً 5 لیتر شراب به ما داد و حدود 1 کیلو هم تفاله و 500 گرم هم که همون ابتدا اون خوشه‌ها و چوبا رو جدا کردیم. در نهایت پس ما دقیقاً 6.5 کیلو انگورمون به تفکیک مشخص شد که چی شد. الان هم هیچ کاری نباید بکنید جز اینکه قفل هوا رو نصب بکنید. قبلا گفتم اگر قفل هوا ندارید مثل این در دبه رو بگیرید سوراخ بکنید و با چسب حرارتی شلنگ سرش نصب بکنید. اون سر شلنگ هم بکنید توی لیوان آب. یه نکته بگم، تو این مرحله میتونید یه مقدار شکر، نبات یا چیز شیرین اضافه کنید تا درصد الکلتون بره بالا و این کار از کپک زدن احتمالی هم جلوگیری میکنه. البته آقا بعد از 1 هفته تخمیر ثانویه ما تموم شد. تو این 1 هفته هیچ گازی از قفل هوا خارج نشد. تخمیرای ریزی انجام شد که خلاصه خروج گاز نداشت، ولی میبینید یه تهنشینیایی هم انجام شده، یه سری املاح تهنشین شدن، لرد شراب به اصطلاح تشکیل شده و شرابم یه کمی بگی نگی زلالتر شده. کاری که الان باید بکنیم اینه که میخوام شرابمو از اینی که هست خیلی زلالتر بکنم. بنابراین شراب رو دوباره میخوام توی یه ظرف دیگه بریزم که اون لرده و اون تهنشینا دوباره تو شراب قاطی نشه. برای جابجایی شراب هم دیگه میدونید از یه دونه شلنگ استفاده کنید، دبه شراب رو بذارید یه جای بلندتر، اون که دبه رو پایین بذارید، این شلنگ رو بکنید توش تا جایی که به اون لردا نخوره. ببینید یه مقدار فاصله کم بذارید. این ورش هم بکنید تو دهنتون، یه دونه بکشید، تموم کار. البته میشه زلال کننده رو همین الان هم زد، ولی اونجوری کار تمیزتر میشه. کار وقتی کوچیک باشه راحت میشه این جابجایی‌ها رو انجام داد. اگر دبتون خیلی بزرگه دیگه خب نیاز نیست این کارو بکنید، مستقیم زلال کننده رو بریزید که حالا خودمونم به مرحله زلال کننده ریختن میرسیم. با من همراه باشید. خب 5 لیتر شراب، البته 5 لیتر که حالا یه ذره کمتر شده دیگه، میبینید اون ته دبه و اینم بریزید دور. این به درد نمیخوره. اینو فکر نکنید که حالا لرد شرابه نمیدونم مخمر توشه، هیچ چیزی نیست. اینو بریزید دور. هر وقتم خواستید چیزی درست کنید از همین انگور طبیعی استفاده کنید یا که نبود کشمش استفاده کنید. و دوباره با این یکی که مخمر نون زدیم هم همین کارو میکنیم دیگه. حالا من اینو سریع میکنم که وقتتون گرفته نشه. آقا همه کارو کردیم تا الان، فقط مونده این که این شراب رو مثل قلب شما زلال بود. با چی این کار انجام میشه؟ با یه دونه تخم مرغ. شما باید بیاد ببینید که یه دونه تخم مرغ روز چه ها که نمیکنه. حالا میپرسید تخم مرغ شب نمیشه؟ اون دیگه من نمیدونم. نکات فوق العاده مهم استفاده کردن از تخم مرغ برای زلال سازی اینه که فقط از سفیده تخم مرغ باید استفاده بشه. زرده به هیچ عنوان نباید استفاده بشه و بسیار کم باید استفاده بشه. یه دونه تخم مرغ معمولی برای حدود 50 لیتر شراب کافیه. ای بسا زیادم هست، بعضیا میگن تا 70 لیتر هم میشه استفاده کرد. پس این دو نکته رو اگه رعایت کنید با خود آقا زکریا مشهور میشید که شاید هم مشهور بشید. خب این تخم مرغ که خیلی زیاده، گفتیم برای تقریبا 50 لیتر شرابه. پس یه استکان دیگه میاریم، یه ذره از این میریزیم، یعنی برای این 5 لیتر شراب شاید باورتون نشه یه قاشق چایخوری کافیه. الان همینم خیلی شد. اینا من همشو نمیریزم، 1/3 اینو میریزم. و اینکه چطور باید بریزید اینطوره، یا همینو خالی بگیرید یه مقدار بزنید که رقیق بشه به اصطلاح، یا که میتونید یه خورده از همین شرابو بریزید توش بعد هم بزنید، فرقی نمیکنه. من هر دو مدلشو براتون انجام میدم.
بعد از اینکه تخم مرغ رو ریختیم دوباره قفل هوا رو نصب میکنیم و میذاریم 3 روز بمونه. 3 روز کافیشه. حالا دوست داشتید میتونید یه هفته هم بمونه، اصلا 20 روز بمونه، فرقی نمیکنه، ولی تخم مرغ بعد 3 روز کارش انجام میده. فقط این نکته مهمم دوباره من یادآوری کنم، اگر تخم مرغی کمی زیاد باشه این کدر میشه، اصلا بدتر از قبل میشه، به هیچ عنوان هم دیگه صاف نمیشه. پس تخم مرغ رو اصلا قطره‌ای اضافه کنید، اینطور بگم. آقا بعد از 3 روز اومدیم ببینیم که این واقعا تخم مرغ تونسته کاری بکنه یا نه، که میبینیم به واقعا مثل اشک چشم آقا زکریا شده، ولی قرمزه. اما چون آقا زکریا همیشه خون گریه میکرد که یه عده نمیتونستن این کار بکنن، الان دیگه تو آسموناست ولی خوشحاله. حالا اینکه با مخمر نون بود خیلی هم کدرتر بود، اینطور شد. این یکی هم حالا حجمش بیشتره، فکر میکنیم که یه مقدار تیره تره، ولی اگر تو 2 تا بطری مساوی بذاریم کاملا یک رنگن، هیچ فرقی نمیکنه. واقعا زلال یک دست شده و امیدوارم شما هم انجام بدید، برسید به همین مرحله که واقعا خیلی لذت بخشه. چون میخوایم اینو بذاریم اون بالا که دیگه بطری نهایی انجام بدیم. این دفعه سیفونش میکنیم تو بطریایی که دیگه دلخواهمونه. آقا این 2 تا بطری شد حاصل دسترنج ما که کاملا ارگانیکه، هیچ ماده اضافه‌ای هم توش نیست، سالم و سلامت. این تهش هم زیاد ریسک نکنید، مثل من دیگه تا اون ته ندید. یه ذره حالا اضافه مون دیگه، اینا هم بریزید دور بره. مخمرهای مرده هستن، اینا اصلا چیز خوبی نیستن. و این شراب کوچولویی که از مخمر نون درست کردیم من دوباره انتقال بدم تو بطری خودش. واقعیت فکر نمی‌کردم این اصلا زلال بشه، چون خیلی کدرتر بود از اون، ولی به هر حال منو سورپرایز کرد، دمش گرم، واقعا زلاله. آقا شراب‌های زکریا نشان ما آماده است. واقعا رنگ و لعاب من میبینم انصافا کیف میکنم. حالا عطر و طعمش و اینا رو هم براتون تعریف میکنم. یه چیز فوق‌العاده شده. سخت بود، حدود 1 ماهی 20 خورده روزی طول کشید، ولی به نظر من ارزششو داره. اگر انگور خیلی خوب دارید، رنگو ببین، فکر کن اینو همینجوری یهو هدیه بدی به یکی که دوستش داری، چه حالی میکنه، چه عشقی میکنه. بریم یه پیک بزنیم ببینیم عطر و طعمش چطوره. از نظر شفافیت و رنگ واقعا هیچ چیزی از شرابای بیرون کم نداره. یه انگور معمولی گرفتم ولی به نظر من رنگش چیز کمی نداره. اینو یه کمی تکونش بدیم. میدونید دیگه وقتی شرابو تکون میدید برخوردش با اکسیژن باعث میشه که عطرهای خوبش آزاد بشه. به آقا این سلامتی شما بچه‌ها شیراز. به عالیه. به بهتر از این نمیشه. عطر خود گل به جان زکریا از خیلی از شرابای اینجا بهتره. حالا بذاریم مخمر نونیه رو یه تست بکنم بهتون بگم، بعد دقیقاً بهتون میگم که این شراب حالا هر طعمی داشته باشه که به کنار که یه شراب خوب هم باید چه طعمی داشته باشه. یه چیزم بگم، این زیر این سوراخی که میبینید ته بطری شراب، این اصلا ربطی به این اونقدری ربطی نداره که این شراب خیلی شراب درجه 1 و قدیمیه. خیلی شرابای معمولی هم اصلا بطریشون کفش اینجوری سوراخ داره. این بطری بیشتر به خاطر اینه که اون رسوب بعضی بطری‌ها ممکنه رسوب داشته باشن اون دور بمونه و یکم برای استحکام و آخریش هم به خاطر سرو کردن راحته. اینجا هم شفافی شرابی که با مخمر نون درست کردیم هیچ فرقی با اون یکی مخمر وحشی نمیکنه. در واقع هر دوتاشون پس از نظر ظاهری یک جور در میان در نهایت. اما
بو که میکنم واقعیت اینطور نیست، بوش خیلی خوشایند نیست برای من. بوشو من یکم تنده نیست، اون شراب مخمر وحشی بوی ناب دیگه ای داره. سلامتی شما عزیزان. او مای زکریا واقعا اصلا خوب نیست، خیلی بده، هم تلخه، اصلا دلم نمیخواد پیک دوم بخورم بقیه‌شو، همین برای من کافیه. اصلا حال نکردم باش، اصلا دقیقا مثل همین شرابای بیرون میمونه. من یه بطری دارم اینجا، اصلا با این واقعا میگم انگار که این شرابا ما خیلی شراب آشغالی ان، ارزونن، انگار همینه. اصلا واقعا شراب بیرون زیاد فرق خاصی هم باش نمیکنه. حالا اسمش هم گذاشتن شیراز، اینم 12%، 12.5، ولی واقعا طعمش اصلا انگار همین بود. اون اولیه طعم نرم، بوی گل، بوی انگور، بوی میوه، ولی یکی تلخ، یه جوری زننده بود. حالا همینجا هستیم، این شیشم ببینید، شراب ضعیف از شیشش مشخصه، از بطریش مشخصه. این خط و خطوط پرس کردن این بطری رو ببینید ساختن چقدر ضعیفه، چقدر داغونه. این میگم درش هم که مثل آب لیمو باز بسته میشه دیگه، نه چوب پنبه نه هیچی. هر وقت این شواهد رو دیدید بدونید که کار افتضاحه. و اگرم میخواید ببینید روش چی نوشته، اینجا نقشه شهر گذاشته که فکر میکنم دنیزلی باشه، نزدیک آنتالیا. از اونجا میاد با غذاهایی مثل پیتزا و پاستا و پنیر و کباب و اینجور چیزا، میگه اگر دوست دارید میتونید بخورید. این ورم گفته موقع مصرف دماش بین 16 تا 18 درجه باشه، یعنی تو یخچال نذارید. و پایینم نوشته بیشتر از 18 تا بطری نخورید، خطرناکه، و وقتی میخورید توی اتوبان نرید چون ممکنه شما رو ماشین بزنه. و آخرش هم که نوشته جلوی خانم‌های حامله استفاده نکنید چون به هر حال ممکنه هوس بکنن دیگه. و شراب خوب هم طعمشو بخوام بهتون بگم، یه کمی ترش هست. یعنی من بهترین شراب عمرمو که خوردم، یه شراب فکر کنم 9 ساله بود، اونم یه نموره ترشیشو احساس میکردید. این هست همیشه. و شراب خوب یه نم خیلی کم میتونه گس هم باشه بعضی وقتا. عطر گل میده، عطر طبیعت میده، عطر انگور کامل احساس میکنی. شراب خوب الکلش نباید زیاد باشه، 10-11 کافیه براش، حتی 12 به نظر من الکل زیادیه. و این رو باید بگم که شراب همه جای دنیا به خاطر طعمش مصرف میشه، نه مقدار الکلش یا خود الکلش. حالا میپرسید عمر این شراب چقدره؟ انگورهایی که ما تو دسترس داریم تو ایران یا هر جای دیگه که تو بازار میفروشن، اینا 1 سالن به طور میانگین. یعنی بعد از 7-8 ماه کم کم رنگشون تخریب میشه، طعمشون تخریب میشه و حال نمیده. توی همون 1 سال بخورید تمامش کنید بره. و این انگورها هم کهنه نمیشن، یعنی شما 5 سال دیگه بذارید بدتر میشه که بهتر نمیشه. فقط 5% انگورای دنیا هستن که با کهنه شدن بهتر میشن، که نژاد شیراز هم یکی از اونها بود، ولی الان دیگه تو دسترس ما نیست. اگرم باشه کارشناسی نیست که بگه این همونه، میدونی. ولی راه و روشش رو تو یک کلیپ دیگه به طور کامل براتون توضیح میدم که یک کلیپ قدیمی هم ازش دارم البته. آقا امیدوارم که خودتون شراب درست کنید که هم از ساختنش هم از نوشیدنش لذت واقعی رو ببرید. دمتون گرم، خیلی گلید، مراقب خودتون باشید.